این هفته خبر تو خبر داره براتون از تازه ترین بزبیاری های عظما، اون هم در دوران پسابرجام. یعنی الان کار به جای رسیده که اطلاعات هسته‌ایش رو آنتنی میکنن، بعدم میگن ما نبودیم. سید علی قربون عمت بری با این اقتدارت. آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای مسئولیت درز اطلاعات برنامه هسته‌ای ایران را نپذیرفت. آژانس اتمی گفته درز اطلاعات محرمانه فعالیت‌های هسته‌ای ایران از طریق این آژانس نبوده. یک هفته قبل برخی از اسناد محرمانه برنامه‌های بلند مدت هسته‌ای ایران از خبرگزاری آمریکایی آسوسییتد پرس سر درآورد و منتشر شد. عظما زهر هسته‌ای رو انداخت بالا که گلوش رو ول کنن، اما حالا دماغش رو هم چسبیدن. به ظاهر حرف اینه که تحریم‌ها لغو شده، اما تو عمل هیچ تاجری رغبت نمی‌کنه با این رژیم زهرخورده بشینه سر میز معامله. با وجود اجرای برجام، سیاست‌های ضد و نقیض و سخنان ضد ایرانی مقامات آمریکایی عملاً تجارت و تعامل شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ خارجی رو با ایران غیر ممکن کرد. حدود 30 میلیارد یورو میان تهران و پاریس قرارداد بسته شد، اما هر روز پیچ این قراردادها ظاهراً با اشاره آمریکا شل و صفر میشه. آخوندا خیز برداشته بودن که بعد از زهرخوری یه لفت و لیس اساسی با غربیا داشته باشن، اما نتیجه این شد. این هم تازه ترین افتخار جهانی آخوندا که احتمالاً باید اون رو به حساب دستاوردهای نظام در عرصه اقتصاد مقاومتی گذاشت. مؤسسه مدیریت دولتی بازل سوئیس که در زمینه رتبه‌بندی پولشویی کشورها فعالیت می‌کند، در گزارش جدید سالانه خود ایران را در صدر فهرست کشورهای پولشوی جهان قرار داده. این مؤسسه ادعا کرده ایران پرخطرترین کشور جهان در زمینه پولشویی است. خلاصه اینکه عظما رو گذاشتن لای گیره بحران‌ها و همینطوری دارن میپیچونن و میچلوننش. حالا دو کلامم از بوفالوی ولایت یعنی آخوند علم الهدا بشنوید که آسمون و ریسمون رو به هم میبافه تا از توش کشکی به نام اقتصاد مقاومتی رو تبدیل به حلوا بکنه. این آقای غرب زده، چشم به دروازه غرب دوخته، دلداده غربی که یه ژست آکادمیک به خودش میگیره و میاد میگه آقا برای ساپورت پوشی زنا خیلی قصه نخورید، برید فکر اقتصاد باشید. اتفاقا اشتباه میکنه. جریان اقتصاد ما از ساپورت پوشی زنها و دخترها صدمه میبیند. اگر نسخه اقتصاد مقاومتی راهنمود حکیمانه مقام معظم رهبری در کشور اجرا بشود، چالش اقتصادی وجود ندارد. حالا برای اینکه معلوم بشه در اقتصاد مقاومتی آخوندا چالشی وجود داره یا نه، توجه شما رو به این محصولات آنتیک برآمده از اقتصاد مقاومتی جلب میکنیم که بازارهای دنیا رو ترکونده. من یه شیر دامداران خریدم، نیم چرب، برای کارخونه دامدارانه. تاریخ انقضاش هم 5/5/95، امروز 2/5/95. این شیر رو ریختم برای بچم توی لیوان. نگاه کنید، در ظاهر سالمه، نه بویی میده نه فرمش فرق میکنه. گفت ترشه نمیخورم. آوردم جوشوندم تو این ظرف، هنوز یه ذره گرما که بهش خورده شیر به این شکل در اومده. آب نگاه کنید یه طرف، اینم مثلا معلومی خمیره، جوش شیرینه، سوده. آخه چیه؟ ما این شیر رو پول میدیم میخریم که سلامتی به دست بیاریم، بدتر باید بخوریم راهی این بیمارستانا بشیم. یعنی خدایش با اقتصاد مقاومتی نظام افتاده تو فاز پیشرفت و همینطوری داره پله‌های ترقی رو میره بالا. این هم تازه ترین تقلاهای دولت شیخ فری برای ماستمالی کردن قضیه حقوقای نجومی. یعنی انقدر باورپذیر میگه حقوقا رو بردیم زیر 10 میلیون که هر کس میشنوه کاملا قانع میشه و اصلا دزدی‌ها رو یادش میره. همه پرداخت‌ها از هر مسیری میشه حتما باید زیر 10 میلیون تومان باشه.
میمونه بقیه مقامات از جمله رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس، وزرا، نمایندگان، شورای نگهبان، معاونان رئیس جمهور. حالا یه سری هم بزنیم به جمعه بازار نظام و ببینیم این آبغورگیر عمامه‌دار روزه جدید چی داره. من احساس میکنم هم در دولت و هم در غیر دولت یک نوع ولنگاری وجود دارد. بیش از 100 شبکه ماهواره‌ای با زبان فارسی به اعتقادات ما میتازند. این شبکه‌های مجازی هر لحظه به صورت سیل بنیانکن در میاد. در مقابله با این حرکت ددمنشانه‌ای که بدتر از خمپاره‌ها، بمب‌ها، اتم داره مملکت‌ها را و جهان سوم رو داغون میکنه. یکی دیگه از راه‌های مقابله با ولنگاری فرهنگی دست کردن تو خورجین تیویریش بود، برای اینکه این نوحه‌های عتیقه رو بیرون بکشن و به خورد بسیجی‌ها بدن. الها برسان ساحل زمان را، آمین. پیروزی ده تو ارتش و سپاهمان را، آمین. هوایی و دریایی و بسیجمان را، آمین. بار خدایا نگهدار اماممان را، آمین. خامنه‌ای رهبر انقلابمان را، آمین. البته نباید اقتدار نظام ولایت فقیه رو دست کم گرفت. درست هسته‌ایش به فنا رفته، اما سامانه شبیه ساز متحرک بالگرد که داره. اونم از چه نوعی؟ از نوع قادر. از سامانه شبیه ساز متحرک بالگرد 209 با نام قادر 5 رونمایی شد. فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت ایران جزء 5-6 کشور سازنده شبیه ساز بالگرد در جهان است. یکی از جلوه های اقدام و عمل همین شبیه ساز هاست. 100 بار خلبان ما پرواز میکنه و شلیک میکنه، 1000 بار میره و شلیک میکنه، تا وقتی که بخواد موشک اصلی رو بزنه با چشم بسته این کار رو بکنه. این هم فیلمی از رزمایش نیروی زمینی سپاه قبل از رفتن به عملیات‌های برون مرزی در دوران پسابرجام. خیلی خوب. شیخ فری که میدونه وضعیت نظام تو چه فازیه، یه سخنرانی کرد توش زیراب فیگورهای کشکی باند رقیب رو زد. البته این تیکه از حرفای روحانی تو تکرار پخش سخنرانیش از تیویریش حذف شد. نمیتونیم در برابر این قدرت‌های بزرگ بیستیم با شعارهایی که گاهی هم شعارهای توخالی است. این هم کامنت بزبز قندی به شیخ فری و باقی جماعت جام زهری. یعنی میرسه به جایی که یک کسایی حیای سیاسی ندارن، غیرت سیاسی نداره، بهش میگه آقا مثلا نوکر آمریکا بشی، خب بشی. میگه که اگر بین شکم و شرفت بخوای انتخاب کنی، شکم انتخاب میکنی یا شرف؟ میگه ای آقا شرف چیه؟ شکم رو انتخاب کن. نمیدونم فلان جا بشه، خب بشه. که چی؟ خب بشه. این خیلی خطرناکه. دیدید بعضیا خودشون برای خودشون ارزش قائل نیستن، هر اتفاقی که براشون بیفته همینطوری نگاه میکنن، مثل ماست. اصلا هر چی بهشون بگی آقا اگه این کارو بکنیم بعد اونجوری میشه، میگه خب بشه. میگه اگه نه اینجوری میشه، خب بشه. براش مساوی اصلا. نگاه خمینی دجال به مقوله آزادی بهترین شروع برای مشنگستان این هفته است. یعنی امام مشنگا رو داشته باشید که چه سوری به خودش میزنه. توجه کنید که اسلام بیان شما را آزاد کرد. اسلام آزاد کرد، حالا بر ضد اسلام مسلمین می توانند تحمل کنند که اسلام و خون مسلمین شما را آزاد کرد و حالا بر ضد اسلام قیام می کنید، چیز می نویسید. اونایی که سوالشونه که این خمینی گور به گوری چه جوری مرجع تقلید شد، جواب رو از دلغکش بشنون. ما داشتیم کسی میخواست منبری بشه، خود آیت الله عظما تبریزی، حاج شیخ جواد تبریزی از مراجع تقلید بود.
ایشون فرمود من رفتم منبر برم، نمیخواستم مرجع بشم، دنبال منبر بودم، منتها صدا نداشتم، منبرم خوب در نیومد، مرجع تقلید شد. مرجع تقلید شد. اینطور نیست که اگر یک زمینی سیب زمینی تو خوب نشد زمین بدبخته، ممکن چیز دیگه خوب بشه. آخوندا راجع به همه چیز اظهار نظر کرده بودن، فقط مونده بود راجع به دهن حرف بزنن که اون هم مسئلهش توسط این حاجی دلقک حل شد. خدا کاراشو چند منظوره کرده. من بارها گفتم یه شکاف گذاشته تو صورت، ببین چقدر از این شکافه کار میکشه. با همین شکاف سخنرانی میکنیم، با همین شکاف اکسیژن میگیریم، با همین شکاف کربن پس میدیم، با همین شکاف سوت میکشیم. حالا اگر دست این مهندسا امروز میدادی چه میکردن؟ یه لوله کشی میکردن برای خروج کربن، بعد یه لوله فرو میکردن ورود اکسیژن، یه دگمه مال چشیدن، کلمونو پر از دودکش و دگمه میکردن. در انتها توجه شما رو به این دابسمش خارق‌العاده جلب میکنم. لبخونیش حرف نداره.